سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال یوسی زون. امروز میخوام که به یک سوال خیلی قدیمی و چالش برانگیز پابجی پلیر جواب بدم که چه سوالیه؟ بهترین ریجن پابجی موبایل کجاست یا چه کشوریه؟ یعنی وقتی که اکانت میسازیم یا میخوایم که ریجن اکانتمون رو تغییر بدیم، کدوم کشور رو انتخاب کنیم بهتره برای ما. قراره که کامل این موضوع رو بررسی کنیم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. و این نکته رو اضافه کنم که داخل این ویدیو دوستان توجه کنید، داخل این ویدیو یه دونه ردیم کد یوسی خوابیده. حالا نمیگم که کجای ویدیوست، قشنگ ویدیو رو نگاه کنید و اون کد رو پیدا کنید. اگرم بلد نیستید که کد رو وقتی پیدا کردید داخل اکانتتون بفرستید، این ویدیو رو تماشا کنید، اونجا به طور کامل آموزششو دادم. بریم سر وقت ویدیوی خودمون. بریم سر وقت ریجن رو بهتون توضیح بدم که چی اصلا. ریجن همون کشور یا منطقه‌ایه که سرور بازی بر اساس اون بهت سرویس میده. به طور خلاصه همین، تعریفش همینه. یعنی روی خیلی چیزا تاثیر میذاره که عبارتند از پینگ و سرعت بازی، قیمت یوسی ها و آیتم هاش و همچنین ایونت هایی که داخل بازی میاد و جوایز رایگانش، سختی یا آسونی لابی ها، مثلا تعداد بازیکن‌های حرفه‌ای و نوب. بخش دوم شامل بررسی ریجن هاست که اینجا 3 تا کشور رو گذاشتم و 3 تا کشور ریجنش معروفه. یکیش هند، دومیش بنگلادش، سومی پاکستانه که بازیکنان خیلی زیادی دارن این 3 تا کشور و ایونت های زیاد مخصوص هند میاد. پینگ برای ایرانی ها معمولا خوبه، بدکی نیستش و عیبش اینه که لابی ها خیلی سخت پیدا میشن چون بازیکنان حرفه‌ای زیاده و پلیر نوب اینجا نمیتونی پیدا کنی. حالا این قسمت در اروپا مثلا آلمان، فرانسه و ترکیه پینگ نسبتا خوبه برای ایرانیا. جوایز و ایونت های معمولی میارن، قیمت یوسی ها گرونتره نسبت به هند و لابی های این کشور ترکیبی هستن و هم راحت هم سخت. برسیم به کشورهای عربی. مصر و عربستان که نزدیک ایران هستن، پینگش طبق معمول عالیه. بعضی وقتا ایونت های مخصوص عربی میاد داخل بازی که دیدید. قیمت یوسی از اروپا کمتره، کمی بهتره، یعنی لابی ها نسبتا راحت هستن از هند ولی پلیراش هم حرفه‌ای ان دیگه، خودتون بلد کاری. برسیم به کشور آمریکا یا همون یونایتد استیتس که پینگش برای ایرانی خیلی خیلی بالاست و خیلی تخمیه. ایونت های خاصی میاره داخل بازی ولی برای ما کاربردی نیستش زیاد، بیشتر به درد استریمرها و خارجی ها میخوره که از این کانتنت درست کنن. و برسیم به بخش ویتنام و اندونزی و مالزی. این 3 تا کشور دوست داشتنی ریجن های آسیای جنوب شرقی هستن که پینگشون برای ایران خیلی خوب نیست ولی جوایز رایگان زیاد و خفنی میارن این 3 تا کشور و قیمت یوسی هم بعضی وقتا خیلی ارزون تره. برسیم به بخش نکات مهمی که تو انتخاب ریجن باید دقت کنید. اگه دنبال پینگ خوب هستی، کشورهای عربستان و ترکیه گزینه‌های بهتری هستن برای تو. اگه دنبال ایونت و جوایز زیادی هستی، کشورهای بنگلادش و هند جواب میده بهت. اگه دنبال خرید یوسی نسبتاً ارزون داخل بازی هستی، بعضی وقتا اندونزی و بعضی وقتا هم هند جواب میده بهت. فقط حواست باشه که تغییر ریجن توی پابجی زمان کمی نمیگیره و حدود 2 ماه طول میکشه تا دوباره ریستارت بشه زمان تعویض ریجنت. پس تو انتخاب ریجن مراقب باش و دقت. برسیم به بخش 4م ویدیو، بهترین ریجن برای ایرانی ها چه کشوریه؟ با توجه به تجربه پلیرها و تستایی که خودم انجام دادم برای بالانس همه چی ترکیه یا عربستان بچه خیلی خوبه. برای دریافت جایزه و ایونت هند بهترینه. برای کسایی هم که دنبال خرید یوسی ارزون هستن، ریجن های جنوب شرق آسیا گزینه نسبتا خوبی هستن. حالا پس در نهایت بهترین ریجن به نیاز خودت بستگی داره دوستان. پینگ نیاز داری، یوسی ارزون میخوای یا ایونت هایی که جوایز زیادی بهت بدن. من پیشنهاد میکنم که برای بیشتر ایرانی ها ترکیه یا عربستان انتخاب بهتر و معقولی میتونه باشه. حالا نوبت شماست بچه‌ها، توی کامنت ها بنویسید که شما چه ریجنی دارید و تجربتون چیه؟ آیا از ریجنتون راضی هستید یا نه؟ خب بچه‌ها امیدوارم که این ویدیو به شما کمک کرده باشه و بهترین ریجن برای بازی پابجیتون امیدوارم که پیدا بکنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما دکمه لایک رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتری در این زمینه براتون بسازم. همچنین اگه تجربه‌ای توی این زمینه دارید یا سوالی براتون پیش اومده باشه حتما توی قسمت کامنت ها هم با من
به اشتراک بذارید. پشتیبانی شما از کانال من خیلی مهمه و به من انگیزه میده که ادامه بدم. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودید دوستان. خدا یار و نگهدارتون تا ویدیوهای بعدی.